سلام، وقت بخیر دوستای عزیز. آیا میدانستین چرا انسان ها آتش پرست شدن؟ علتش چی بود؟ بیاییم امروز این مسئله رو بررسی کنیم. ببینید این کتابی که مشاهده میکنید کتاب علل الشرائع تعریف شیخ صدوق رحمت الله علیه است. شیخ صدوق در این کتاب که در واقع اسرار نظام آفرینش و فلسفه احکام هست، در این کتاب اینجوری بیان میکنه، میفرماید ان قابل لما رأى النار قد قبلت قربان هابیل قال له ابلیس. میگه وقتی که قابل دید که خداوند قربانی هابیل را پذیرفته، این کی بود؟ این زمانی بود که وقتی حضرت آدم میخواست جانشین معین کنه، گفت فرزندان من، 2 فرزند داشت، گفت فرزندان من شما قربانی کنید، هر کس قربانیش قبول شد همون فرد جانشین منه، پیغمبر بعد از منه. و قربانی همجوری بودن که باید سائقه می آمد اون قربانی را می سوزن تا این مثلا قبول می شد. وقتی قابل دید که قربانی او قبول نشده، قربانی هابیل قبول شده، هاج واج ناراحت بود. ابلیس آمد چی گفت؟ گفت ان هابیل کان یعبد النار. ابلیس آمد گفت هابیل آتش را می پرستید که قربانی او را قبول کرد. اینجا چی میگه؟ فقال قابل گفتش که لا اعبد النار التي عبدها هابیل. گفت ای ابلیس، گفت من اون آتشی را که هابیل پرستش کرده او رو نمی پرستم، اما یه آتش دیگه رو می پرستم، برای او قربانی میکنم. در واقع هابیل آتش پرست نبود، ولی چون قربانیش رو قبول شده بود، از این فرصت، از این ناراحتی قابل استفاده کرد شیطان، او رو گمراه کرد. بعد میگه در اینجا ادامه داره حدیث، میفرماید که قابل آمد یک خانه آتشکده را درست کرد، بعد از اون میرفت در اون آتشکده عبادت میکرد، آتش را ستایش میکرد و همینطور ادامه پیدا کرد تا نسل در نسل از فرزندان آدم که از نسل قابل بودن چی شد؟ آتش پرست شدن. دوستان عزیز، عزیزان من، نتیجه اینه که آقا هیچ وقت ناراحتی یا رنجیدگی از چیزی باعث نشه که ما مسیر درست را گم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.